از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه سپر از آتش دوزخ و پناهگاه از پناهگاه های مؤمن است. تمام عمل برای صاحبش می باشد به جز روزه. خداوند می فرماید: روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. روایت طبرانی. شرح این حدیث: روزه چون پرده بین روزدار و دوزخ است و سبب نجات او می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه را برای مؤمن چون خلعه شماریده است. خداوند به واسطه ثواب روزه را به روزداران عطا می نماید و البته این پیش از همه به فضیلت و شرف روزه دلالت می نماید. والسلام عليك يا سيد الأولين